یه ریلیزی بود توی اینستاگرام دیدم، خیلی قشنگ بود، گفتم که براتون بخونم. در مورد مولانا و شمسه. مولانا میگه شمس، صبر چیه؟ شمس جواب میده آنکه درا نکوبی وقتی میدانی صاحب خانه بیدار است. مولانا میگه مگر سکوت پاسخ است؟ شمس میگه برای آنکه اعتماد دارد آری. مولانا میگه اگر دل بیقرار شود چی؟ شمس میگه دل همیشه از راه کوتاه میرود، حکمت از راه درست. مولانا میگه پس انتظار بیهوده نیست؟ شمس میگه نه، خدا گاهی نعمت را دیر میدهد تا تو زودتر بزرگ شوی. مولانا میگه پس چرا راه خدا این همه طولانی است؟ شمس میگه راه طولانی نیست، این من توست که دیر کنار میرود. مولانا میگه پس صبر انتظار نیست؟ شمس میگه نه، صبر کنار رفتن من است تا او آشکار شود. من که واقعا اینو وقتی خوندم خیلی حس خوبی گرفتم، خیلی پشتش معنی و شناخت و عرفان بود که ما خیلی وقتا منتظر یه اتفاقیم و دلیل و منطق میشنیم، راه حل میچینیم و این راه حلمون با اون منطق است، با اون من است. خدا منتظره که ما اون ذهنه رو خاموش کنیم، صبر کنیم، انتظار بکشیم، اما ذهن رها باشه. وقتی رها میکنیم، تسلیم میشیم، اتفاق میفته. کار سختی ها نمیگم، ادعا نمیکنم که کار راحتی و من بلدم، نه. نه همیشه دیدین یه موقع بی خیالش میشیم، یه مشکلی و بی خیالش میشیم یهو حل میشه، اما وقتی روش پا فشاری میکنیم، هر کاری میکنیم نمیشه. این همونه. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه استوری رو ببینین، چون من خودم این متن 2-3 بار خوندم تا کامل درکش کردم. واقعا آدم فکر میکنه این همه سال پیش این عرفا چه کردن که اینجوری خدا رو شناختن و ما تو این دنیای الان با این همه اطلاعات که میتونیم این همه چیزهای قشنگ و درست حسابی بخونیم، یاد بگیریم، همش گیر این گوشیه، یعنی محتواهای سطحی، آگاهی ریز ریز ریز. اگر چند نفر رو دنبال کنیم و محتواهاشون رو درست و اصولی گوش کنیم خیلی خوبه، یاد میگیریم. اما اگه هزاران نفر و سطحی ریز ریز، فقط مغزمون داره دوپامینای ذره ذره میگیره، عین مواد مخدر. نه اطلاعات میگیریم، نه حال اون بهتر میشه، نه هیچی. انتخاب کنیم، درست انتخاب کنیم و آگاهیای درست به مغزمون تزریق کنیم. امیدوارم که حال خوبی که من از این متن گرفتم به شما داده باشه. شبتون بخیر.